حساب مادری که دخترشو شوهر میده. اینا رو باید روز قبل از عقدت میگفتم، اما تو اون اوضاع نشد. این حرفاییه که هر مادری برای دخترش باید بگه. مدیونه اگه نگه، وظیفه مادریشه. خیلی خوب مامان، نصیحتم کن. اینقدر سرسری حرف نزن ستایش. تو الان پشتت به خروار محبت شوهرت گرمه. برای همینی که خیال میکنی این حرفا باد هواست. ولی اگه یه وقت خدای نکرده به اندازه یه مسقال از اون همه محبت کم بشه، اون وقت دنیات سیاه میشه. به هزار چیز فکر میکنی. اون وقت خیال میکنی همه کس و همه چیز مقصرن جز خودت. این حرفا چیه مامان؟ این حرفا همون چیزیه که من به خاطرش اومدم اینجا. همون حرفایی که گفتم همه مادرها باید به دختراشون بگن. پخت و پز و یاد میگیری، اندازه این نمک و فلفلم دستت میاد. ولی اینا چیزی نیست که اگه یه زن ندونه شوهرشو از خونه فراری بده. پس چی فراریش میده؟ این که یه روز متوجه بشه میونه اون زنی که عاشقش بوده و باهاش ازدواج کرده با این خانمی که داره باهاش زندگی میکنه زمین تا آسمون تفاوته. اون خانم همیشه بوی عطر میداده، این بوی قرمه سبزی. اون خانم همیشه لباسای خوش رنگ و تمیز میپوشیده، این لباسای چروک و رنگ مرده. اون خانم گونه‌هاش مثل سیب سرخ برق میزده، اما این مثل به زرد رنگه. اون خانم همیشه حرفای خوب و شیرین میزده، اما این یکی همش قرولون میکنه و یه ریز نق میزنه. منظورم اینه که سختی زندگی نباید زن بودن و از زن بگیره. کار سختی نیست، اما توجه میخواد. وقتی تو رو با این لباس شلخته و بدقواره دیدم نگران شدم یه وقت اگه جلوی طاهرم اینجوری لباس بپوشی که واویلاست. سخاب سفیداب خوبه، عطر و ادکلونم خوبه، اما اشکال اینه که زنای ما اینا رو بیرون استفاده میکنن. اون وقت توی خونه یه لباسی مثل لباس تو میپوشن و جلوی شوهرشون جولون میدن. بیرون جلوی دوستاشون و همکاراشون هزار جور قروفر درست میکنن، اما یادشون میره که صبح یه دقیقه زودتر بیدار شن از شوهرشون، یه آبی بزنن به صورتشون، موهاشون رو شونه کنن، یه دستی به صورتشون بکشن تا وقتی شوهرشون از خواب بیدار میشه بالا سرش یه فرشته ببینه، نه یه هیولا با موهای وز کرده و رنگ پریده و زرد. کار سختی نیست، اما توجه میخوام. چشم، ممنون که گفتیم. تموم شد؟ هنوز نه. دیگه چی؟ میدونی که یه زن چجوری میتونه شوهرشو بیچاره کنه؟ مامان، من که نمیخوام طاهر رو بیچاره کنم. منظورم نه اون بیچاره‌ایه که تو میگی. بیچاره یعنی این که چارش تو باشی، یعنی این که نتونه حتی یه روز، حتی یه دقیقه بدون تو زندگی کنه. آره این خوبه، اینو بگین. براش بدون جایگزین باش. یعنی چی بدون جایگزین باش؟ یعنی کاری کن که هیچ زنی نتونه جای تو رو بگیره. چجوری؟ انقدر بهش محبت کن تا از محبت تو سیراب باشه. مطمئنش کن که هر وقت از خونه بیرون میره یه دلی همیشه نگرانشه. همیشه حسنای شوهرتو ببین. در مقایسه با دیگرون همیشه اون چیزایی رو که شوهرت داره و دیگرون ندارن در نظر بیار، نه اون چیزایی رو که دیگرون دارن و شوهرت نداره. بازم هست؟ آره، یکی دیگه هم هست. چی؟ عشق شوهرت باش. میگن مردا وقتی که با یه زن عروسی میکنن و اونو به خونه خودشون میبرن، بعد از یه مدت عشقشون تبدیل به عادت میشه. نذار عشق شوهرت تبدیل به عادت بشه. چجوری آخه؟
همیشه براش تر و تازه باش، متنوع باش، لبخند بزن، همیشه از کلام خوب استفاده کن. یادت باشه هیچ وقت سر یه موضوع یه ریز غر نزنی. پس بگو این کارو کردی که آقام هنوز بعد 30 سال عاشقته؟ هیچ میدونی که مردا خیلی سختشونه که به زنشون بگن دوستش دارن؟ آره؟ اونا سعی میکنن با رفتارشون اینو نشون بدن. پدرت هم همینطور بود. اما تو به شوهرت بگو میدونم برای من خیلی زحمت میکشی، میدونم شب و روز داری برای من کار میکنی، میدونم که از خونه و خانوادت به خاطر من بریدی، ولی حداقل روزی یه بار بهم بگو که دوستم داری.